بدو دستمال کاغذی دارم، دستمال سفره، دستمال غذا، دستمال دماغ، بدو بیا. جاذبه هم نداری حداقل یه مشتری بیاد پیشمون؟ ربطی به جاذبه نداره آخه. ملت پولی ندارن که خرج بکنن، آدما که جای خود داره. شما الان از پشایم بپرسید داداش کاسبی چطوره، خونمون خبری هست، میگن ای پاییز زمستان عجیب میخوریم، ولی بهار و تابستون شکر خدا بد نیست. ما هم باید صبر کنیم بهار بیاد آقا جان. آقا سفتر مشکل تو بهار زمستون نیست قربانتو برم، باید شغلش عوض کنه. نابغه میشه بگی توی کشور آخوندیزه شده چه شغلی وجود داره که نان توش باشه؟ فال قهوه. الان از صدق سری آخونده فالگیری تنها شغل نون آبدار تو ایرانه. لیوان چپه میکنی به مشتری میگی دهنت اسفالته، 199 درست در میاد. ما دل این کارا رو نداریم داداش. از همین دستمالا یه لقمه نان حلال گیرمون بیاد بسمانه. لامصبا اینقدر هوا رو آلوده کردن که تابلوهای سنجش آلودگی هواشون هم دیده نمیشن. آقا سفتر تیبالا میستر، الان توی تهران شما میتونی کل جدول مندلیوف رو با یه نفس بکشی تو ریه. ای کاش همه آلودگیاشون همی بود. سیاستشان از این هوای آلوده هم کثیف‌تره. گرانی، فقر، بیکاری. زیر بار تورم داریم له میشیم. قسمت طنز ماجرا اینه که امسال مثلا سال مهار تورمشون هم بوده. کله پدر عظما. هر روزم بدتر از دیروز. آدم نمیدونه فردا چی میشه. ولی خداوکیلی الان ماهی قرمز بخریم احتمال زنده ماندنشان تا بعد از عید از ما انسان ها بیشتره. اینجا رو نگاه کن آقا سفتر، نوشته امروز آیدالله قوری همدانی 103 ساله شده. یا ابابیل، لامصب دوباره کیلومتر صفر شد. یعنی تو 3 قرن زندگی کرده هنوزم زنده است. چرا این آخونده اینقدر عمر میکنن ولی قبرستون شده پر جوون؟ بابا جان طرف نه سر کار رفته، نه دغدغه اجاره خونه داره، نه تحصیل بچه‌ها، نه دلشوره خوراک و 1000 کوفت زهرمار دیگه. همه چیزم براش مهیاست. تازه ردیف بودجه هم داره. خب منم بودم 150 سال عمر میکردم دیگه. خدایا قربونت بشم، یه نظریم به ما بکنی بد نیست ها. پسر جان کفر نگو، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. خدایا تمام این مسئولان و آخوندهای مفخور بی نوبت به قبرستون بفرست. الهی آمین. بی خود مسئولیت خودتونو گردن خدا نندازین. خدا میگه از تو حرکت از من برکت. شما تکون بخورید و یه گوشمالی به آخوندا بدین، منم یه جوری بهتون برکت میدم که ریش و ریشه رو با هم بکنید. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.